سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. متاسفانه الان یه موج در شبکه اجتماعی راه افتاده و نه این لحظه‌ای که دارم میگم در تداوم روزگار این موج داره با ما میاد. حالا داستانش چیه؟ افراد منتظرن که یه ویدیوی منتشر بشه، یه زبان بسته‌ای، یک بدشانسی، یک نگونبختی از دهه 80 های ما و دهه 90 های ما، کودکان ما، نوجوان های ما، یک سوتی داده باشه، یک گافی داده باشه، اینو بگیرن سر دست بگین که آی چه نشسته اید که جوانان ما اصلا نابود شدند. اصلا این تهاجم فرهنگی اومده لورده کرده، همه اینها رو رفته. و خیلی جالبه، من مدام اینها رو میبینم. اخیراً همین الان که ما داریم صحبت میکنیم یه ویدیویی هم منتشر کردن در شبکه اجتماعی در تو با واکنش چند تا نوجوان دهه 80 به یه داستانی. من خیلی مبهم مجبورم صحبت کنم و به همون بهانه دارن دهه 80 های ما رو میزنن. یعنی با بهانه و بی بهانه این بچه‌ها مدام این داره دربارهشون گفته میشه که آقا این نسل داره به کجا میره. و خیلی جالبه که اون کسانی که این حرفا رو میزنن حواسشون نیست که آقا خود این بچه‌ها دارن اینا رو میبینن، این حرف شما رو، این قضاوت‌های شما رو میبینن. این بچه‌ها مدام دارن از شما میشنون که قضاوت نکنید دیگران را، و یا اگر میخواید قضاوت بکنید اشراف کامل داشته باشید، ولی میبینن که شما دارید قضاوتشون میکنید، در صورتی که هزار تا نکته خوب داخل خودشون دارن. حالا یک خبری منتشر شده، من دوست ندارم که این خبره لابلای چیزهایی که درباره دهه 80 ها میگویند، مثلا حرفایی که میزنن که به این اشاره بکنن که آقا این نسل در خطره به لحاظ فرهنگی، دوست ندارم این اتفاق لابلای این خبرها گم بشه. ماجرا برمیگرده به اتفاقی که هفته گذشته در ایزه رخ داده. هفته گذشته در یک محله در ایزه یک آتش سوزی اتفاق میفته. این آتش سوزی جدی میشه. دو پیرزن که سنشون بالا بوده، دو خانم مسن، در خطر آتش سوزی قرار میگیرن. یک نوجوان 15 ساله ایرانی به نام علی میره تلاش میکنه برای اینکه این دو نفر رو نجات بده از آتش سوزی. امدادگرها هنوز نرسیده بودن، این تلاش میکنه، به آتش میزنه برای اینکه این دو نفر رو نجات بده. تصویر این نوجوان رو دارید مشاهده میکنید. بیش از 91% سوختگی برای این نوجوان اتفاق میفته و این دو نفر نجات میده و الان هم در بیمارستان بستری هست. حالا من یه سری خبر شنیدم توی یکی دو ساعت اخیر، چون تایید نشده هست ترجیح میدم که اصلا کنارش بگذرم، عبور بکنم، بعدن اگر لازم شد با شما در میون میگذارم. متن خبری که درباره این ماجرا در اسناد منتشر شده رو برای شما میخونم. گفته که هفته گذشته در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از محلات شهر ایزه که منجر به گرفتاری دو خانم میان سال و مسن در آن خانه شد، نوجوان 15 ساله‌ای به نام علی تا بیش از رسیدن نیروهای امداد و آتش‌نشانی به محل دل به آتش زد تا اگرچه به پیکر خودش اسیر شعله‌ها می‌شود ولی به زندگی دو نفر نیازمند جانی دوباره ببخشد. بعد گفته که 91% سوختگی داشته، راهی بیمارستان میشه، وضعیتشان نامساعد و نامشخص است و در بیمارستان طالقانی اهواز ایشون بستری میشه. بعد میبرنش یک بیمارستان در اصفهان و آنجا تحت درمان است تا لحظه‌ای که ما این خبر رو داریم منتشر میکنیم. خیلی تلخه و خیلی عجیبه که لابلای اخبار منفی که جامعه رو داریم باهاش دفن میکنیم یک همچین خبری گم شده. نه رسانه‌های ما بهش پرداختن، نه رسانه ملی ما دربارش صحبت کردن. ما داریم درباره یک قهرمان صحبت میکنیم، یک قهرمانی که میتونه یک برگ از یک کتاب درسی باشه. ببین یه دعوای خیلی ها داشتن، میگفتن آقا جون شما وقتی از حسین فهمیده صحبت میکنی در کتابای درسی، از این ایرانی‌ها در کتابای درسی از حسین فهمیده میگن دارن نسل بعدشون رو با جهاد آماده میکنن، آشنا میکنن. چه نشسته اید که اینها دارن نسل بعد رو با جنگ و جهاد آشنا میکنن؟ نگران کننده است. خب در کنار کاراکترهایی که ما داریم که به کودکان ما میگوید که وسط میدان جنگ فردی به نام حسین فهمیده بوده و جانفشانی کرده، به این شکل جانفشانی کرده، از همه وجودش برای ایران گذشته، یک همچین کاراکترهایی هم باید روایت بشن. بچه‌هایی که نشون میده که اولا دهه 80 های ما خیلی هایشان درست و دقیق دارن حرکت میکنن، در مسیر درستی هستن، و از طرف دیگه ای داره نشون میده که آقا قهرمان‌هایی هستن که ما باید اینها رو برای نسل جدید روایت بکنیم. دهقان فداکارها و کسانی که در داستان‌های ما برگی از کتاب‌های درسی ما رو تشکیل داده اند، اینها برای نسل قبل نبوده، الان هستن بچه‌ای که کارهایی از این دست دارن انجام میدن و باید برای این نسل روایت بشن، برای اینکه این نسل بتونه با اینها
ارتباط بگیره، برای اینکه این نسل بفهمه که ما کاراکترهای واقعی داریم. اگر در غرب ناچار هستن مرد عنکبوتی ها رو علم بکنن برای اینکه نسلشون رو تربیت بکنن، برای اینکه قهرمان سازی کنن، ما اینجا کاراکتر واقعیشو داریم، کاراکترهای واقعیشو داریم، یکی دوتا هم نیستن. فکر میکنم که این ماجرا میتونه برگه از یک کتاب درسی باشه در سالهای بعد. کاربرهای شبکه اجتماعی به شدت به این ماجرا واکنش نشان دادن. یکی از کاربرها نوشته که کاش بچه‌های ما به جای داستان‌های تخیلی پتروس فداکار داستان‌های قهرمان‌های واقعی خودمان را بخوانند. علی نوجوان اهل گیزه وقتی می‌بیند خانه همسایه در شعله‌های آتش می‌سوزد به کمکشان می‌رود و نجاتشان می‌دهد، اما خودش دچار سوختگی شدید می‌شود. یکی از کاربرها یه نکته گفتی که این نکته خیلی خاصه. ایشون رفته 2 نفر رو نجات داده. یکی از این 2 نفری که نجات پیدا کرده مادر شهید بوده. رفته در خانه همسایه مادر شهید ابراهیم عزیزی، یکی از کسانی بوده که در آتش داشته میسوخته و ایشون برای نجاتش تلاش کرده و این مادر رو نجات داده. فرد دیگری نوشته که واسه این که قهرمان بشی قد 2 متر و وزن 200 کیلو نمیخواد، کافیه مثل علی نوجوان ایزه‌ای بپری تو دل آتیش، جون 2 تا پیرزن همسایه جون 2 تا زن همسایه رو نجات بدی و از سوختن نترسی. برای علی قهرمان ما دعا بکنید. 91% سوختگی بستری خیلی خبر خاصیه و باز میگم این خیلی تلخه که یه همچین اتفاقی در ایران رخ داده. ببین شما نگاه بکن توی مثلا رسانه‌های خودم، من یه موقعی میدیدم، هنوزم باز میبینم، مثلا کانال تلگرامی با 600,000 تا 700,000 تا ممبر اومده خبر کار کرده، نوشته که آتش نشان‌های آمریکا یک گربه رو نمیدونم از کجا نجات دادن. بعد شما نگاه میکنید یک جمعیتی مثلا معطل وایسادن که یه نفر داره یه تلاش میکنه یه چیزی رو اونجا میاره پایین، همه هورا میکشن خوشحالن که این نجات داده اونو. اتفاق خوبه. بحث مثلا حیوانات رو خدایی نکرده نمیخوام بگیم که آقا اینا دارای اهمیت نیستن. من میخوام بگم اتفاقات خاص‌تر، اتفاقات ویژه‌تر در کشور ما رخ میده و ماهایی که برای اتفاقات آن سوی دنیا یقه میدرانیم اصلا متوجه هم نمیشیم. این خیلی تلخه که اصلا متوجه نمیشیم. یک کاربر دیگه ای نوشته که این نوجوان 15 ساله الان در آی سی یو بستریه و توضیح داده، گفته که به خاطر اینکه خانه همسایه آتش گرفته این بلند شده رفته تلاش کرده که آنها را نجات بده. کلی هم براش در این توییت دعا کرده. یک کاربر دیگه نوشته که شجاعت، ایثار و غیرت ساختگی نیست. علی مرد عمل و شیربچه ایرانی است، طلب خیر و شفای عاجل. کاربر دیگری نوشته است قهرمان ما تویی که 2 زن مسن را از آتش سوزی نجات دادی، ولی که دو زن مسن را از آتش سوزی نجات داد ولی خودش 90% سوختگی گرفت. واقعا کار خیلی بزرگی بوده. کار خیلی بزرگی بوده. من هر چقدر از این ماجرا بگم کم است و از این جنس پیام ها بسیار زیاده. کاربرهای شبکه اجتماعی اومدن دربارش صحبت کردن. فرد دیگر نوشته است شجاعت و ایثار نوجوان ایزه‌ای منجر به نجات جان 2 بانوی همسایه شد. پس از با خبر شدن از آتش گرفتن خانه همسایه دل به آتش زد و 2 بانوی میان سال و سالخورده همسایه را از آتش نجات داد، ولی وی جوانمردی و آزادگی را به معنای تمام تصویر کشید. اصلا خیلی حیرت آوره. یه بار مرورش بکنیم با هم دیگه آن چیزی که رخ داده. یه کاربر دیگه هم نوشته که من نمیدونم من اگه جای این آدم بودم این کارو انجام میدادم یا نه و اون لحظه چه تصمیمی خواستم بگیرم و به اصطلاح تلاش کرده اشاره بکنه به جنس کاری که این فرد انجام داده. فکر میکنم که خیلی روایت خاصیه. امیدوارم که به طور ویژه مرتجع رسانه‌ها قرار بگیره، درباره این ماجرا صحبت بشه. خیلی جاها آن کسانی که در سینما فعالیت میکنن سوژه کم دارن، طرف نمیدونه چی باید بسازه و فکر میکنم که در ایران سوژه خیلی زیاده، سوژه های خاص خیلی زیاده. آن کسانی که ایران را سیاه روایت میکنن برای اینکه جایزه های دنیا رو درو بکنند، این یک روایت سفید از ایرانه. این حقیقت ایرانه، این حقیقت کشور ماست. عده‌ای از نسل جوان ما این را از ماها آموختند. از ماها آموختن یعنی چی؟ یعنی از جامعه‌ای که درش دارن زندگی میکنن. اون جامعه‌ای که شما سیاه روایتش میکنی برای غربی ها که یک جایزه ای رو جلوی شما پرت بکنن، اون جامعه انقدر سفید هست که یک جوانی در اون این رو آموخته و این خیلی خاصه. من بیشتر از این تلاش میکنم ادامه ندم. اون چیزی که مهم بود بعد بهش اشاره میکردم. این نوجوان هست، دمش گرم، آفرین، پرچمش بالاست و به طور ویژه تر به قول اون روایتگر ورزش کشتی یه دیالوگی داره، من الان اسم اون فرد یادم رفته، میگفتش که نان پدر و شیر مادر
حلالش باشه. دمتون گرم. اگر نکته داشتین اضافه بکنین. وقتتون بخیر.